غذا مفهوم فراتر از گرسنگی را در خود جا دارد و معرف فرهنگ، اقلیم، جغرافیا، فراورده‌های زراعتی یک جامعه است. در کنار آن می‌توان از نوع غذا به سلیقه‌ها، ذائقه‌ها، خلاقیت یک گروه قومی پی برد. با مهاجرت‌ها و زندگی شهری، تبادل فرهنگ غذایی صورت می‌گیرد و سفره غذایی مردم تغییر می‌کند. با آن هم می‌توان نشانه‌های بومی برخی غذاها را یافت و تشخیص داد که این نوع غذا بیشتر بین کدام مردم و قوم رایج است. به طور نمونه، آش غذای محبوب همه اقوام است و آنقدر محبوب است که نام عمومی آشپز از این نوع غذا گرفته شده است. ولی نوع و طرز پخت آنها نظر به جوامع مختلف فرق می‌کند. آشی که در مناطق مرکزی پخته می‌شود با آشی که در آن سوی دریای آمو یا سمت غرب پخته می شود فرق می کند. در هزارستان مردم غذاهای گوناگونی دارد که هر کدام دارای مزه و دستور عمل متفاوت است. به طور نمونه آشها، قرطیها، تافه‌ها و یا پیوه‌ها، قرمه‌ها، کوچه‌ها، سبزی‌ها، پیرکی‌ها، دلده‌ها، حلواها، برنج‌ها، شورباها، نانهای ساده و نانهای روغنی و سایر انواع غذاها. از میان این نوع غذاها ما در این برنامه طرز پخت چند نوع آش را نمایش می‌دهیم. آش‌های هزارگی دارای دستورپخت ساده و از لحاظ صحی مفید و مقوی است. مواد مورد ضرورت آش‌های هزارگی آرد، نمک، روغن، آب و پیاز است. و دوغ و چکر. در صورت دوغ و چکر نباشد میتوان از ماست نیز به جای این استفاده نمود. و برای طعم آش نظر به ضرورت و سلیقه از پودینه، نعنا، کاکوتی، ریحان، مرچ سیاه و گاهی هم از شلغم استفاده می شود. در این برنامه آشپز ما این آشها را پخته است: آش ساده یا کشکیو، آش کشیده، آش پهنبرگ یا به آن هم میگویند پنبل یا دسکنده یا بلگیو، اوماج، اوگره آجی، لیتی یا لخشم قرد. بله نازنینایم، همونطوری که در تصویر شما میبینین ما برای آش آمادگی میگیریم که آش هم ما دو رقم داریم: آش ساده و آش کشیده. آش کشیده آبش کمتر هست و دوغش غلیظتر، اما آش ساده یک مقدار آبگینتر هست. خمیری را که ما برای آش آماده میسازیم باید بسیار خمیر سخت باشه. به می خاطر آشپز ما یک مقدار آرد خشک را هم دوباره روی همون خمیر علاوه میکنه و هم میزنه تا ای که به سختی مورد نظر برسه. به این خاطر خمیر آش را ما سخت‌تر میگیریم نازنینا که همون رشته ها در آب جوش به هم دیگه نچسبن. مرحله بعدیش هم خمیر به دست آمده را ما به قسمت های کوچکتر تقسیم میکنیم که در زبان هزارگی قشنگ ما برش زغاله کردن میگه و این را به این خاطر این کار میکنیم که در وقت هموار کردنش بر ما راحت تر باشه. همراه آشگاز خمیر را یا همون زغاله ها را نازکتر میسازیم تا ای که مرحله بعد که برش هست برای ما راحت تر شوه و رشته های بسیار منظم و نازک را به دست بیاریم. شما میبینین که آشپز عزیز ما بسیار با مهارت بالا و دقت کامل خمیر را هموار ساخت و همچنان به رشته ها تقسیم میکنه تا ای که آش به دست بیاره. مطمئن هستم که یک مزه بسیار خاص داره غذای قشنگ هزارگی ما. شما میبینین که با آرد خشک یک جا میسازه کم کم که همینا یعنی از هم دیگه جدا شون و نچسبن. واقعا یک دقت بسیار بالا را میخواه این غذاها. و همچنان شما میبینید که ما زغاله بعدی را برای دیگه غذا آماده میسازیم، برای پنبل، دستکنده. هر منطقه هزارگی روی هر غذا یک اسم متفاوت مونده. شما میبینید که این زغاله را هم مثل قبلی نازک میسازن. بله نازنینم، آماده مرحله بعدی شوه برای پختن. باید بسیار خمیرها نازک باشه چرا که امی که یعنی پختنش هم راحت تر باشه و خام نمونه. دوستای عزیز شما در تصویر میبینین که این خمیر هم آماده است. با آرد خشک یک جا میسازد تا نچسبه تا موقع پخته شدنش.
رشته های آش را هم میبینین که بسیار به صورت حرفه‌ای، نازک و منظم برش شده. شما میبینین که ما پیاز سرخ میکنیم با روغن که برای آش آماده بسازیمش. پیاز را 3 تفت میتیم تا ای که به مرحله طلایی شدن برسه. البته امی شکل ریزه کردن پیاز بستگی به علاقه خودتان داره. میبینین که با آب جوش میجوشانیم در یک دیگی که یک ذره جایش بازتر باشه تا امور رشته ها به هم دیگه نچسبه. نازنینا بسیار با دقت این مرحله را انجام میده. چرا این کارو میکنه؟ با خاطر از اینکه مثلا اگر همه رشته ها را در یک قسمت بندازه امکان داره که اونا به هم دیگه بچسبن. واقعا مهارت بسیار بالایی لازم داره. شما میبینین که مرحله به مرحله پیش میرن و همچنان دی بین، یعنی شور دادن هم از یادش نرفته و بسیار با دقت رشته ها را از هم دیگه جدا میسازن. بله نازنین، واقعا خانوما هنرشان حرف نداره. میبینین که بسیار از یک مواد ساده یک غذای بسیار لذیذ میسازن. دوستای عزیز تصویر میبینین که آش این یک شکل به خود گرفته تا این قسمت را همچنان در شور دادن ادامه میتن تا ای که پخته شوه و همچنان نچسبه به هم دیگر رشته ها. شما میبینین من همونطور که پیشتر ذکر کردم از مواد ساده غذای مقوی آماده میسازن. بله آماده نوش جان کردن هست. میبینین که بسیار یک ظاهر شیک و قشنگ داره. خب دوباره در قسمت پیاز داریم که سرخ بکنیم و همچنان در بین بله دوستای عزیز 2 غوره آماده میسازیم. یک غذای بسیار ترش و خوشمزه، اجزایی که علاقه به ترشیجات دارن. 2 غوره میتونه یک انتخاب بسیار خوب باشه. دوغ، نمک و آرد. شما میبینین همونطور که دوغ در روی حرارت هست همچنان آرد را علاوه میکنن و با میکسر یا همزن شورش میتد تا ای که به هم دیگه نچسبه. بسیار یک مهارت دقیق میخواد خود، یعنی باید آدم هم فکرش طرف آرد انداختن باشه که چطوری و در کجا بندازه و همچنان دال هم زدنش باشه که آردا به هم دیگه نچسبن. آشپز ما واقعا یک مهارت بسیار خوبی داره در قسمت غذاهای هزارگی. من مطمئن هستم یک مزه بسیار خوب میکشه این غذاها و امتحان کردنش میارزه. دوستای عزیز همینطوری به شور دادن ادامه میدیم تا که همون غلظت مورد نیاز را به دست بیاره. میبینیم که دیگه کار با همزن پیش نمیره. با یک قاشق شروع میکنیم به هم زدنش. دوستای عزیز میبینین که هر دقیقه‌ای که میگذره غلظتش بیشتر و بیشتر میشه و همچنان آشپز عزیز ما در حال زحمت کشیدن است که یک نتیجه بسیار خوبی را از این 2 غوره بگیره. نازنین ها میتونی که براتان توضیح میتونم. هوس 2 غوره کردیم. بسیار غذای لذیذ هست، مطمئن هستم. البته من هنوز امتحان نکردم، از چیزی که میبینم یعنی براتان میگم. بله دوستای عزیز غلظتش بیشتر شد و شما میبینین که تلاش میکنه و قسمت هایی که آرد به صورت بله دانه دانه شده اونا را حل بسازه. شما میبینین که بسیار به یک بافت خوب و نرم رسید. اگر دقت بکنین فعلا خود داغ هست مطمئنن چون روی آتش هست. اگر این سرد شوه یک چیزی شبیه پنیر خواهد شد. بله نازنینا بازم دوغ علاوه کرد رویش و ای را تا جای شور میته یا هم میزنه که همین دوغی که تازه علاوه کرده رم آرد به خود جذب بکنه. میبینین نازنینا که بسیار زحمت کار داره والا. بله دوستای عزیز این غذا مطمئناً بسیار غذای اشتهاور است. همینطوری که میبینین بسیار با دقت هم میزنه. مطمئن هستم که غذاهای هزارگی یک لذت خیلی خاصی داره. در کنار از اینکه همه موادهاش ارگانیک و طبیعی هستن بسیار با عشق، احترام، محبت تیار میشه اینا. بله نازنینه شما میبینین که
دو غوره بسیار یک مراحل جذاب و خوب داره. شما باید دقت بکنین، مهارت خوب داشته باشین و همچنان تمرکز بالا داشته باشین. در این ازی که آرد خشک علاوه میکنین، روی ای دستتان هم تمرکز داشته باشین که اما آرد اضافه شده را شور داده برین تا ای که به هم دیگه نچسبه. نازنینا میبینین که دوغم جذب شد و یک ظاهر بسیار خوبش به خود گرفته که من فکر نمیکردم یک چیز از آب در بیایه. بله نازنین، ما دو غوره را هنوز امتحان نکردیم، اما بعد برنامه خود 100% امتحان خواهد کردیم، چرا که بسیار یک زحمت زیاد را لازم داشت و چیزی که روش زحمت کشیده شد قطعا مزهش هم بسیار خوبش خواهد بود. بله نازنین، دو غوره آماده است و ببینیم که آشپز ما برای صرف کردنش چی در نظر گرفته. بسیار عالی. نازنینای میبینین که بسیار با دقت تمام مراحل را طی کرد تا ای که یک چیز به دست بیایه که بسیار بافت نرم داره و من مطمئن هستم که اعضایی که مشکل معده دارن و چیزای سخت و ثقیل را خوردن نمیتونن، این بسیار انتخاب خوب خواهد بود برشان. بله دوستای عزیز، آماده صرف کردن میسازیشه. نگفته نمونه برای دو غوره ما از روغن زرد یا مسکه هم استفاده میکنیم. بعضیایی که به روغن زرد یا مسکه دسترسی ندارن از روغن‌های صنعتی استفاده میکنن، اما فکر کنم لذتش با همین روغن زرد و مسکه باشه بیشتر. دقت اگر بکنیم غذاهای هزارگی ظرفای خاص خودشان را داره. بله نازنینا، شیپ و تیپ و ظاهرشون با دیگه غذا کاملا فرق میکنه. میبینین که به قسمت‌های بغل کاسه او را نزدیکتر میکنه و قسمت وسطش را هم برای روغن جا باز میکنه و یک شکل چقوری را برش تیار میکنه. نایفهم شما برش چی میگین؟ آمادش میسازه؟ شما میبینین که روغن داغ را هم در همون جایی که برش آماده ساخته بود میریزه. بله دوستان عزیز، دو غوره هم آماده شد و غذای بعدی ما پنبلک هست که بیشتر آردش آماده ساختیم، هموارش ساختن. بازم در آماده سازیش آب جوش، پیاز، روغن، نمک ضرورت داریم. همونطوری که شما میبینین روی آب جوش پیازای سرخ شده را انداختن آشپز عزیز ما و این را نگفته نمونه به خاطر از این دستکنده میگه که اگر شما در تصویر دقت بکنین میبینین که با دستایشان یعنی امو خمیر کنده میکنن. دست کنده، پنبلگ، یا بعضی مناطق برش بلگاو هم میگه. یعنی شبیه برگ هست همین قطعه های آرد روی آب. بسیار دقیق و بسیار تمیز تمام مراحل را طی میکنه آشپز عزیز ما و میبینین که بسیار یک مهارت بالایی هم داره در قسمت غذاهای هزارگی. واقعا مادرای ما هنرمند هستن. بله نازنینا، هر منطقه 34 ولایت افغانستان و همه ولسوالی هاش غذاهای خاص خودشان را داره و همشان لذت خاص خودشان را داره و آشپزهای مخصوص خودشان را. یعنی هر کس هم نمیتونه غذای سنتی را آماده بسازه. نازنینا میبینین که به شور دادن ادامه میده که همین قطعه های آرد هم به هم دیگه نچسبه. دوستان عزیز میبینین خب آب اگر لازم بود یا کم شد در حال جوشیدن شما میتونین دوباره آب اضافه کنین برش. میبینین که تقریبا آماده است. دوغ را اضافه میکنیم و با دوغ هم یک بار دیگر شور میتیم که اینمی آش و دوغ با هم قاطی شود. میبینین که آماده صرف است. این هم از پنبلگ نازنینای که به خواست خودتان میتونین تزیینش بکنین که آشپز نازنین ما یک تزیین برش در نظر گرفته. مرحله بعد یا غذای بعدی ما اوماج می باشه. ما هنوز امتحانش نکردیم. بسیار یک طرز تهیه جالب داره. میبینید نازنینا ما از آرد و آب و روغن و پیاز و نمک از عین مواد
در جاهای مختلف و به شکل‌های مختلف استفاده کردیم. میبینین که اوماج را چه قسمی تیار میکنن. بله دوستای عزیز، واقعا یعنی دشوار است آماده سازی غذاهای سنتی. دقت، مهارت، تمرکز، همه از اینا رو باید داشته باشین. بله نازنینا، آب جوش میمونیم و اوماجی را که تیار کردیم یا همو خمیری را که تیار کردیم روی آب جوش اضافه میکنیم تا ای که جوش بخوره و 100% که نمک یادمان نره که اونا به هم دیگر نچسبن. غذاهای بسیار صحی، مقوی و در این حال طبیعی و حق هم داشتن. پدر مادرای ما که دو زمان مثلا مریضی کمتر بوده، قوت بدنی بیشتری داشتن، چرا که از محصولات ارگانیک و طبیعی استفاده میکردن. بسیار عالی. در چند مرحله علاوه میکنیم روی آب خمیر به دست آمده را و همچنان آشپز عزیز ما یک مهارت واقعا بالایی داره در این کارا. میبینین که دوباره شور میته تا ای که آرداب هم دیگه نچسبن. بسیار عالی. مطمئن هستم که مزه فوق العاده داره. بله نازنینه، 100% امتحانش بکنین اعضایی که تا حالا نخورده و شما هم میتونین که نام این غذاهایی را که در تصویر دیدین اگر نامشان در مناطق شما فرق میکنه را در کامنت ها بر ما بنویسین. دوغ را اضافه کرد. بسیار با یک مهارت بالا با دقت کامل تمام مراحل را طی کرد تا ای که به یک چیزی که شما در تصویر میبینین رسید. اوماج هم آماده شد و شما میبینین که تزیینش کرده برای نوشیجان کردن و واقعا خلاقیت، دقت و مهارت خوبی را در خرج داده. آش کشیده با پیاز داغ، آش ساده، دستکنده یا پنبلگ یا بلگاو و ای هم اوگره یا لیچی. خب هر منطقه یک اسم متفاوت گذاشته روی غذاهایشان. و شما میبینین دوستای عزیز که در تهیه و تزیینش همکارای ما خلاقیت خوبی را به خرج دادن و بسیار با یک ظاهر. یکی بود یکی نبود. در سالهای قدیم یک دختر بود به نام امیر بیگم. امیر بیگم هر روز گل صبح با دخترای عاقل برای آوردن آب به چشمه میرفت و چاشت با مادرش در کارهای خانه کمک میکرد. بعد از ظهر امیر بیگم و دخترای همسن سالش سمت کوه برای علف آوردن میرفتند. تقسیم اوقات کاری امیر بیگم و دخترها تقریبا همین رقم بود. صبحها چشمه رفتن، ظهرها با مادرشان کمک کنند و بعد از ظهر علف آوردن. در راه رفت و برگشت امیر بیگم و دخترها با هم قصه میکردند، غزل میخواندند و ساعتکشان تیر بود. روزی از روزها که امیر بیگم و دخترای همسن سالشان برای علف آوردن رفته بودند، وقت علف کندن امیر بیگم متوجه یک رقم گل قشنگ و زیبا میشه و خوشش میآید که از این رقم گل بچینه. امیر بیگم یک گل میچینه، دو گل میچینه و شوقش میگیره که ایسو اوسو میره تا این رقم گل پیدا کده و بچینه. یک زمان متوجه میشه که بغلش پر از گل شده و گل جمع کردن بس میکنه. وقتی که گل جمع میکرد امیر بیگم اصلا متوجه نمیشه که از تاله و علفزار خیلی دور شده و وقتی میخواد که پس به علفزار بیایه علفزار پیدا نمیتونه و هرچه میگرده و میگرده نه راه عاقل پیدا میکنه و نه تاله و علفزار. هوا تاریک میشه و امیر بیگم هرچی ای طرف میده و او طرف میده و راه خانه را پیدا نمیکنه. در این وقتا گذری یک دیو به این سمت میفته و دیو میبینه که یک دخترک مقبول سرگردان ای طرف و او طرف میده و دیو سمت امیر بیگم میآید و امیر بیگم را گرفته
و به سمت غار خود میبرند. دخترای عاقل که علف خود پره میکنن یکی دیگه خود صدا میکنه که بیاین بریم. از هر که صدا میآید از امیر بیگم جان نه. دخترها متوجه میشن که امیر بیگم نیست. هرچه این طرف میگردن او طرف میگردن امیر بیگم نمیافن. هرچه سر و صدا میکنن صدای دخترها به ما و شما میرسن، به امیر بیگم نه. ولی تا که هوا تاریک نشده دخترها به دنبال امیر بیگم میگردن، ولی امیر بیگم را پیدا نمیتونن. دخترها که از گرگ و پلنگ کوه و کوهسار میترسن به سمت عاقل میآیند تا مردم را خبر کرده و پشت امیر بیگم بگردن. پدر و مادرش، اهالی قریه، از شب تا صبح، از صبح تا شب کل کوه کوهسار را یک میکنن، ولی نه امیر بیگم میافن نه نشانیشه. همین رقم روزها و ماها مردم قریه و پدر و مادر اقارب امیر بیگم و دنبال امیر بیگم میگردن، ولی امیر بیگم گم دنیا میشه. 7 شهر و 7 اقلیم میگردن و امیر بیگم را پیدا نمیکنن. دیگه ناامید میشن و کم کم مردم امیر بیگم فراموش میکنن. درسته که مردم امیر بیگم را فراموش میکنن، ولی ما و شما و پدر و مادر بیچارش امیر بیگم فراموش نکردیم. پدر و مادر امیر بیگم از هجر امیر بیگم مویای سیاهشان سفید میشه و هر روز از درویش مسافر سراغ دخترشان میگیره، ولی هیچ نشانی از امیر بیگم پیدا نمیشه. تنها کسایی که از امیر بیگم خبر داریم ما و شما هستیم که باید برویم در کوه کوهسار و غار دیو را پیدا کنیم و احوال امیر بیگم بگیریم و احوالش به مادر و پدرش بتیم. دیو امیر بیگم به غارش میبره. اونجا امیر بیگم را زندانی میکنه و هر وقت که دیو از غارش میبراید یک سنگ کلان در دارن راه غار میمانه که نه زور من میرسه و نه زور شما. زور بیچاره امیر بیگم خیلی نمیرسه. کم کم دیو دل به دختر قصه ما میته و عاشق امیر بیگم میشه و به جبر و زور با امیر بیگم ازدواج میکنه و صاحب اولاد میشن. اما امیر بیگم هیچ وقت پدر و مادر و اقارب و دخترای عاقل را فراموش نمیکنه. آره عزیزای دلم، امیر بیگم ما به فکر راه چاره میشه. چه رقم خود از چنگ دیو نجات بده. یک روز یک راه چاره به ذهنش میرسه و مویی که از بدن دیو میریزه را جمع میکنه. حالا شاید بپرسین که موی دیو را چی میکنه؟ موی دیو را مثل پشم گوسفند میریشه. خوب میریشه تا او به یک کلوله تار تبدیل شود. یک روز که دیو از غار بیرون میشه امیر بیگم گلوله تار را از درز غار به بیرون میندازه و یک سر تار را به جایی در داخل غار بسته میکنه. گلوله تار میغلطه و جای بند میمانه. از قضا روزی چوپان قریه که سمتا گوسفندا را به چرا میبرد گلوله تار را میافه. گلوله را گرفته و در سر تار به خاطر از اینکه سر تار را پیدا کنه جمع میکنه تا به یک غار میرسه که در دان غار یک سنگ خیلی کلان ماندگی است. هر کاری که میکنه خب زور خدا میزنه این رو طرف نمیتونه و از داخل غار صدای یک زن میایه که غزل میخونه و صدا میکنه که درون غار کی هستی؟ امیر بیگم صدای چوپان را میشنوه و خود معرفی میکنه. چوپان 2 پای داشت و چند پای دیگر قرض میکنه و عاجل پدر و مادر امیر بیگم و مردم قریه را خبر میکنه و مردم قریه عاجل خود در کور رسانده و امیر بیگم را از غار دیو نجات میده و با خودشان به قریه میارن. شب میشه و پدر و مادر و اقارب امیر بیگم و مردم قریه از خوشحالی به خواب نمیرن. خب امیر بیگم پیدا شده. پس از سالا پدر و مادرش نظر کرده و او شب تا صبح جشن میگیره. شبی دیگهش که مردم از خوشحالی شب پیش خونه رفته بود زود به خواب میرن. وقتای شب
مردم قریه جملات عجیب غریب میشنوند. اول فکر میکنن چون خسته شدن حتما دخه و صدای ناق میشنوند، ولی صدا خیلی بلند و بلندتر میشن و همه قریه والا بیدار میشن. هر خانواده یکی دیگه خود بلند میکنن و میگوین که صدای چیست. از این میان هیچ کس صدا رو تشخیص نمیده مگر امیر بیگم که از همو اول تشخیص میتوه بیتابی میکنه. پدر و مادرش موضوع را میپرسه و امیر بیگم و پدر و مادرش میگه که صدای دیو است و میگه بچه وق وق چپا دی بیا خانه. باز بری پدر و مادرش قسم میکنه که با دیو مجبور به ازدواج شده و حالا فرزند دارد. و وقتی که دیو میگه بچه وق وق یعنی بچه گریه میکنه. چپات دی یعنی مسیلی زدم آرام نشد بیا خانه. اینجاست که دل امیر بیگم طاقت نمیکنه و از مادر و پدرش که درد دوری از فرزند را کشیده بود و امیر بیگم را درد میکنه اجازه میگیره و با دیو دوباره برمیگرده به کوه و کوهسار. این افسانه دیو دختر را من سالا پیش وقت خیلی خورد بودم از یکی شنیده بودم و زمانی که خواندن را یاد گرفتم در یک کتاب افسانه به نام پشت کوه قاف خواندم. کتاب پشت کوه قاف مجموعه افسانه های هزارگی است که توسط جواد خاوری نویسنده چیره‌دست سرزمین ما گردآوری شده است. همین هفته پیش وقتی خواستیم ویژه برنامه فرهنگ هزاره را تهیه کنیم هرچی گشتیم این کتاب را نیافتیم. شاید من این افسانه را شبیه به چیزی که جواد خاوری شنیده و ثبت کرده بازخوانی نکرده باشم. آنچه که من گفتم خلاصه ماجرای افسانه‌ای بود که از این دو منبع شفاهی و کتاب جواد خاوری به خاطر مانده است. گمانم این افسانه در کتاب پشت کوه قاف به نام مهر مادر درج شده بود. نسل من شاید کمتر از این گونه افسانه ها شنیده باشد، ولی نسل های پیش من زمانی که تلویزیون رسانه نبوده افسانه میگفته و افسانه میشنیده. کافی است از بزرگای ما در مورد افسانه ها بپرسیم، آن وقت متوجه میشیم که یکی بود یکی نبودها در نبود تلویزیون، رادیو و شبکه‌های اجتماعی کنونی چگونه اوقات فراغت نیاکان ما را پر می‌کرده است. این افسانه‌ها در کنار کارکرد تفریحی پر از رمز و رازند و کارکرد آموزشی و اخلاقی دارند. خوبی بر بدی پیروز می‌شود، بار کج به منزل نمی‌رسد و هزاران درس اخلاقی دیگر در دل این افسانه‌ها پنهان است. این افسانه‌های هزارستان که پرند از ماجراهای دیو و پری، دختر پادشاه، بچه بیکس و صدها قصه دیگر کم کم فراموش شده و در صورت توجه صورت نگیرد، این میراث گرانبها از بین می‌رود. خوشبختانه در چند دهه اخیر برخی از نویسندگان افسانه‌های هزارستان را جمع‌آوری کرده و به رشته تحریر درآورده است. از آن جمله میتوان کتاب‌های ذیل را نام گرفت: پشت کوه قاف و قصه های هزاره های افغانستان از جواد خاوری، افسانه های فولکلوریک غرجستان از محمد ابراهیم بامیانی، گل قاقا از تقی واحدی، مغل دختر، فولاد پادشاه و لوگر از فرهاد زاهدی. داستان های فولکلوریک هزاره ها از عبدالغفور ربانی، افسانه های مادرم از ریحانه رها، افسانه مغل دختر و عرب بچه از شریعتی سحر. از این میان این کتاب ها من گشته فقط کتاب داستان های فولکلوریک هزاره ها را یافتم. شما هم اگر در کتابخانه ها این کتاب ها را یافتید حتما بخوانید. امیدوارم که نویسندگان و پژوهشگران ما بیشتر افسانه های ما را گرد آورده و همچنان هنرمندانمان دست به کار شده و این افسانه ها را به فیلم تبدیل کنند. البته چند سال پیش افسانه بزک چینی را تبدیل به انیمیشن کرده بودند که خیلی از جانب مردم استقبال شد. شما حتما دیدید. کمتر کسی یافت می شود که نشنیده باشد که چای و چلیم خوره تیار کن، توشک خوره آوار کن. افسانه های ما سرمایه ماست در حفظ و بازآفرینیان نماد مقاومت است و چون خود هزاره تاریخ پرمشقتی را از سر گذشتانده است و بدین جهت صدای نالش
دلی هر درد آشنایی را به گریه می اندازد. صدای آوارگی، صدای نسل کشی، صدای مقطع های پیاپی و صدای اعتراض. از میان دهها آله موسیقی که هزاره ها داشتند، تعدادی انگشت شماری از این آله های موسیقی از دست ستم و رنج زمانه جان سالم به در برده‌اند. دنبوره، توله، سرونی، ریچک و دایره، ولی هیچ کدامشان دردها و ستمها را فراموش نکردند و از این جهت است که وقتی هر کدام از اینها را می نوازی صدای شادمانی سر نمی دهد. صدایش صدای غم و رنج و مقطع است. گویا با نواختن این آلات مقطع گل محمد و آواز آب میرزا زنده می شود. دنبوره پس از صدها رنج و ستمی که کشیده دیگر سازی نیست که آدمی را شاد کند. تبدیل به سازی شده که آدمی را به اندیشه وامی دارد، آدمی را به اندوه بشر آشنا می کند و آدمی را به تاریخ وصل می کند. علیرغم تلاش هایی که در شاد ساختن صدای دنبوره شده، ولی دنبوره اکثرا ناشاد مانده است. کافی است دنبوره هزاره ها و سایر اقوام را بشنوید، خواهید دید که صدای برخاسته از این دنبوره ها چه اندازه فرق دارد و چرا دنبوره هزاره ها پر از آهنگ غمگین است. این ساز ناشاد و اعتراضی با همه رنج ها و محنت ها خودش را به زمانه ما رسانده است و در این مسیر دنبوره سازان و دنبوره نوازان زیادی بودند که خطر را به جان خریده و نگذاشته دنبوره خاموش شود. باید سپاسگزار این افراد بود. البته اطلاعات اندکی از دنبوره نوازان و دنبوره سازان پیش از دوران ضبط صوت موجود است. ولی بعد از ضبط صوت از هنرمندان چون صفدر توکلی، سرور سرخوش، خیرعلی شهرستانی، داوود سرخوش، سلطانی ها و ده ها تن دیگر می توان نام برد که به نیکویی این تار هزاره را نواختند و پاسدار این میراث گرانبها بودند. با آنکه بارها تلاش شده تا دنبوره را از بین ببرند، ولی مقاومت مردم و مقاومت خود دنبوره و هنرمندان مانع این کار شده است. در هر کجا که هزاره است، صدای دنبوره زنده است. هر کجا که هزاره است، دنبوره نواز و دنبوره سازانی نیز است که این میراث را زنده نگه داشته‌اند. اینجا در یکی از کوچه های هزاره تاونی کویته پاکستان ما استاد عزیز را ملاقات می کنیم که در کارگاه خود دنبوره می سازد و محبت هدیه می دهد. در کارگاه استاد عزیز می توان ساخت دنبوره را از نزدیک مشاهده کرد، دنبوره خرید و در ضمن دنبوره گوش کرد. در کارگاه استاد عزیز آنچه که مربوط دنبوره است یافت می شود. حتی آهنگ های قدیمی دنبوره ضبط شده در کست. استاد عزیز کست های هنرمندان قدیمی را دارد که هر از گاهی در تیپ خودش میماند و گوش میدهد و شنیدن موسیقی از طریق تیپ حس قدیمی را زنده می کند. حس شنیدن آهنگ آب میرزا، صفدر مالستانی، سرور سرخوش و امان یوسفی. استاد عزیز با هنر پیوند همیشگی دارد. به گفته خودش قبل از این که دنبوره بسازد میخواست شعر و شاعری کند. حالا مدت 30 سال میشه که شعر و تخیلاتش را در قالب دنبوره جا میدهد تا بتواند فرهنگ هزاره را حفظ و توسعه دهد. از او میخواهیم در مورد دنبوره سازی معلومات دهد که با مهربانی میپذیرد. نام استاد عزیز است. صنعتی دنبوره سازی ما الان نزدیک تقریبا 50 سال میشه دیگه. 50 سال که هم نرسیم، هم نزدیک 50 سال میشه تقریبا. در حدودی 30 سال پیش بود که ما علاقه و همزی بخشی چی کسی دنبوره شاخت دادم. بخشی البته اون موقع میخواستم در حسابی شعر و شاعری بودم. باز همی دنبوره را بله کارشی مصروف شدم. بله کارش که مصروف شدم همیده. تا حالا ما کار دنبوره سازی دارم. 30 سال میشه. 30 سال میشه. برای دنبوره که است چوبی تود استفاده میشه، یعنی تودایی که است تودی پیوندی که است اینا چوبش خیلی خوب شه. دیگه اون تودایی مثلا بقیه که است بیکاره چندان کارم. تودای کهنه باید باشه، تودای خوب پیر، تود ابراهیم خانی، تودای
پیوندی وطن مو تو در پینه میزنیم اونا پینه زدی بازو و چیم شم و تو دای شکسته خدایش هم کسته می چوب شکسته می تکم بازو دنبرش کسی خیلی فرسلام و خیلی پرآواز میاد یعنی تو دای بیکاره کسی اینا چندان به درد بخور نیسته بیسا بیکار کسی در کارم خیلی درستش هست چون کسی اینجا بین چی کسی بین باغ مثلا بین خانه مردم بین حیات کسی مردم اینجا قدیم کسی تود مود بین حیات کسی بین اولیخ یکی کنه تو درخت مثلا میوه زردالو از این چیزا کشنده و تو دایی کچا ما کلان شده اینچه ما خود گون چی در ما جویم دیگه ما کنه تو درم بیامون چه با تو دی کلان کرده و سوال اینه که تو چی مثلا پیوندی یا چیه ولی اون موقع مثلا تو چی خوب بود میگری اگر تو بیکاره بود نمیگم دور باشه کراکری مثلا خوشه ماشه باشه کراکری بورته اینجا دیگه تندرواله هم کسی چو بی تو داره نمیگم دنبره بستگی در کاش داره دیگه دنبره مثلا این لغی جورنی یک چند مدت نونه و به مدرن تغییر میده دنبره کرم شست که سرخ رنگ شده تر رنگ سیاه کرد و صدایشی قویتر میشه خودم مضبوط مونه خودم دنبره میزنم ولی 20 سال میشه ولی میخواستم در بخش ازی درسی کلاس ازی بریم درس کلاس ازی دورانی قدیم کس استاد و کس نبود خیلی کم ولی گیر آوردن نتونستی دست پیش خود که اینا کار درست نیه وی که بخشی حالی بخشی چی داره کلاس داره اینا استادای جدید که خیلی قویه اینا در بخشی ازی که بری ولی آدم دبله موسیقی او را درستر یاد میکنه ولی از پیش خود که بزنی قدیم ماری از نوار مثلا از کاسیت از این چیزای استفاده کنی چندان 3 اuro یاد گرفتن نمیتونه یک جایش یاد میگیره یک جایشی چندان 3 درست نموگه برای دنبره سازی کسته دستگاه باید بیشتر شید که داخل زیر باید قدم دستگاه خالی کنی مو کسی قطیشه خالی مال خودی بیان کسی قدم دستگاه نداره قطیشه خالی قطیشه سوچی این دنبره که ما جور منو موال کسته چوبار کسته کاسای دنبره رو کسته خالی نم اون کاسه شکسته یعنی قسمی اینی کاسا کسته چوب کسته منچیم شه از اول اینی کاسای زیر تربتر کسته خالی نم بعد از اویی که خوش شد اینا تبله زیر اول میشه تنظیم میشه بعد دستش کسته بعد چوب پیش از پیش بعد دستش آماده باشه دستش از چوبی زردالو، چوبی شیشم، چوبی خوب باشه، چوبی چرمک مثلا اینجی چوبا کسی دستش میاد بعد همون گوشگاهش امازون میاد دیگه توار از او کسته از خارج میاد نخیدم چیزا تواری دنبره تواری چی گیتار مثلا روباب نمیزی کسی او تاش میاد یعنی تخته ایزی باید 1 سال کش باید تخته ایزی باید آماده باشد تختای توی درختی خوب کنه از همون توی پیش ابراهیم خانی یعنی تختایش کسی باید آماده باشد مال 1 سال پیش باید خوب چوبی کنه باید باشد دیگه بعضی چوبایش را کمی در کسی بله آتیش پاجم هم میدیم اما اگه زیاد کبره بله آتیش پاجم میدیم اینا که پاجم خوردی خیلی قوی آواز میده یعنی چوبم اینجا اینجا خوبه کنم یعنی پاجم خورده مثل چوبی سخته یعنی زیاد کبرگم هست یعنی خود چیزا زیاد مثل چوبای دیولای کنک هست اما قدیم که بود مثل زوری یعنی کسی چوبش خوب پخته میشه آتیش خورده اینا دبله دنبره کسی یعنی هم خیلی قوی آواز میده پاجم مخره هم خیلی خوب دنبرهش پر صدا میه دفی دنبره اینا در حسابی یک جورنی میلی 1 ماه پاس 2 ماه پاس اینا کسی آواز قویتر میشه ولی برای فعلا همون فوری که بگیری چیکنی کار بگیری ولی دنبرهش چندان با کیفیت میاد
امروز پاس داده پیدا نماز پیدا بعد از دو سه ماه بعد موقعی هم کسی هم آواز میده اما دمره باید یک تقریبا هم یک دو هفته که باید بمونه بعد اگه میخوای استفاده کنی همین شاگرد مثلا میخواد باشی کلاس کنی برو مثلا کلاس دمره مرد باریش ما میگیم که ولی باید یک هفته متریتیت کنی کلاس مریدم میکرد برای هنرمندای عزیز دوستای عزیز که هسته سلام میفرستم هر جایی که هستید سلامت باشید باشه با صحت خدمت شما من دنبره که 30 سال میشه ولی از یک بخش نمده هستم ولی دنبره را همی اندازه که هسته یکو 50 بخشش دنبره میزنم درد در طبیعت دارویی در طبیعت دارد و اگر دردی وجود دارد ولی دارو و روش درمان آن را نمی‌دانیم تقصیر از دانش اندک ماست. باید جستجو نمود، دانش خود را توسعه داد و روش و درمان و دوای آن را یافت. این از گفته‌های مشهور حکمای هزارستان است. پیش از ایجاد و توسعه طب مدرن و پیشرفت تکنولوژی صحی در هزارستان درمان توسط حکیم که گاهی به آن طبیب و یا هوشیار هم می‌گفتند صورت می‌گرفت. این حکما برای درمان مردم از داروهای گیاهی و غیر گیاهی استفاده می‌کردند.
شاید امروزه ما با نام و روش‌های درمانی چون نافگیری، رگگیری، شکسته‌بندی، حجامت، آب درمانی را شنیده باشیم، ولی کمتر از این روش‌ها برای درمان استفاده می‌کنیم. در سابق حکیم یا هوشیار یکی از طبقات قابل احترام جامعه بود و هیچ ممانعتی در حکیم شدن از لحاظ جنسیتی یعنی زن و مرد وجود نداشت. علاقمند این دانش و مهارت سالهای سال جستجو و تحقیق میکرد، در پیش استاد حکیم و طبیب حاذق به شاگردی مینشست تا با روش‌های درمانی و داروها آشنا شود. روزگار حکمای ما پیشگام طبابت و دانش طبی بودند، چنانچه کتاب‌های حکیم بوعلی سینایی بلخی قرنها در دانشگاه غربی به عنوان کتاب درسی استفاده میشد. حالا به دلیل پیشرفت طبابت مدرن و نبود حکیم حاذق و دارای دانش کافی استفاده از این روش‌ها توصیه نمی شود، چنانچه بارها شاهد بودیم که شکسته‌بندی درست شکستگی استخوان را درمان نکرده و فاجعه به بار آورده است. حکیم یا هوشیار هزارستان در کنار روش‌های درمانی و یا همزمان با آن از گیاهان مختلف به عنوان دارو استفاده می‌کردند. سنت دارویی گیاهی به اندازه‌ای مؤثر بوده است که هنوز هم هر خانواده هزاره در منزلش چند داروی گیاهی دارد و مواقع ضرورت از آن استفاده می‌کند. مثلا 4 دارو که ترکیبی از گیاهان چون گنگو، درشتک، اپیسکک، برگ خازه، جرکنه، نرکوچور و نوشادور ساخته می شود که برای بدخوری کاربرد دارد. گیاهان چون خرقل، گندبقل و بوزباش برای درمان برخی از ناجوری‌های دیگر. گیاهان دارویی و دواهای غیر سنتی انواع مختلف دارد و برای استفاده برخی از آنها توصیه می شود که حتما نظر دکتر و حکیم حاذق گرفته شده و خودسرانه استفاده نشود. در این ویژه برنامه به مناسبت روز فرهنگ هزاره ما نزد حکیم بزرگوار و مهربان رفتیم و از او خواسته ایم که در مورد گیاهان و داروهای هزارگی معلومات بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شما تشریف آوردین در دکان از ما که دکان خان پنسار است، نمینه هزاره تاون است. همه مردم بلد هستند. اینجا ما امروز در خدمت شما هستیم. شما هر نوع سوالات و هر نوع چیزایی که از ما پرسان منین ان شاء الله ما در خدمت هستیم. مو تقریبا در دروازه دکان نوشته است از 1996 که است ایجاد دکان از ما است. مو از 1996 شروع کردیم تا امروز را در می دکان فعال هستیم. دکان از ما در خدمت مردم است. به ارتباط گل گوزبان چی پرسش دارین؟ ما سوال شما را جواب مفصل بدیم. گل گوزبان که است برای قلب و برای اعصاب، برای مغز بسیار یک دوای مفید است. سکون میاره برای اعصاب، قلب جریاناتش درست منه. علاوه از او کسایی که مشکل بیخوابی داشته باشه، مشکل عصبی داشته باشه، سکون نداشته باشه، تنشن و استرس داشته باشه، برای اونا بسیار زیاد مفید است. میتونن قهوه جور کنن و ترکیبات مختلفی از گل گوزبان امروز صبح جور میشه. یک مرکب بسیار مشهوری گل گوزبان که به نام خمیره گوزبان است، از کمپانی‌های مختلفی دوای یونانیش جور میشه به نام خمیره گوزبان. گل ختمی که البته ما و شما در هزارگی او را گل خاله میگیم. گل خاله که است کارآمدش برای سرفه، برای سینه بغل، برای زکام های بسیار شدید که سابقه داشته باشه، برای از اونها مفید است. از طریق جوشانده استفاده میشه. گوش برال یک ریشه یک گیاهی وطنی است که زیادتر منحصر به هزارجات است، در دیگه منطقه وجود نداره. گوش برال بسیار زود زخم را مندمل منه، زخم را جور منه و زخمای معده و غیر از او دیگه زخما باشه، درونی باشه، بیرونی باشه، مفید است. ولیکن کوشش کنن استفادهش را بیشتر از 3 روز انجام ندین. چلقد یک دوای علفی هزارگی است که زیادتر در بین هزارجات مشهور است. یگانه کارآمدش برای معده است. معده را درشت منه، هاضمه را تیز منه. کسایی که نان هضم نمیتونن میتونن که از چلقد استفاده کنن. کوزنتی هم یک دوای تقریبا دیهاتی است که زیادتر در دایکندی، دایزینگی کم و بیش در هزارجات وجود داره. برای چای که از طریق برای فشار استعمال میشه، برای حتی کسایی هستن که برای باطله هم از او استفاده منن و برای از اینکه چای را خوشمزه منن میتونن در بین چای سبز مخلوط کنن استفاده کنن که مضرت و نقصان نداره.
درشتک آلاف که به دو نام عنوان میشه، یکم درشتک میگن، بعضی مردم را بدپیش میگن. بدپیش برای گلوندردی، برای زکام، برای مرقه، برای تایفاید، برای زنا بسیار زیاد مفید است. بوزباش که است خاصیت سرد کننده داره برای قیصر یا بارگیر، برای کسایی که گرمخوری منن برای زنا مفید هستند. حتی برای کنسر سینه، برای کنسر سینه بسیار مفید ثابت شده است. خار شتر یک دوای بسیار ناشناخته و بسیار مفید است برای تکلیف سنگ گرده، سنگ مثانه و کنسر مثانه و کنسر گرده که این بسیار فایده‌مند چیز است. اینا میتونن به طور جوشانده استفاده کنن مطابق 10-15 روز، انشالله که کاملا یک سنگ را برطرف منه. زربرک علف که است ریشه گیاهی زریشک است که شاید در کوهستان هزارجات بسیار زیاد فریمان و وافر دستیاب باشه. مفیدیتش برای زخم است، برای استخوانی که شکسته شده باشه، برای کسایی که سرفه داشته باشه، سینه بغل باشه، و در ضمن برای کستی که در خانم ها به وجود میاد، برای کست بالکل معجزه مونه. علف پنجک است یک دوای بسیار قیمت است، گران است، قیمت است، به ارزش بسیار بالایی در تجارت جهانی فروخته میشه. برای کمر، برای تخم، برای سپرم که است بسیار نهایت مفید است و بازاری جهانی داره. مصل سفید یک دوای مغلظ کننده است که آب را در داخل کمر بسیار غلیظ مونه، سخت مونه و کمر را مضبوط مونه، به خاطر استخوان دردی، به خاطر کمزوری هایی که از کمر چی در زن به وجود بیاید چی در مرد به وجود بیاید، به نام جریان یا به نام لیکوریا، برای زنا بسیار نهایت مفید و مؤثر است و در ضمن در بازار جهانی تجارت جهانی داره. رودنگ است. رودنگ برای معده، برای زخم، برای گزک، برای ورم یعنی آماس بسیار نهایت مفید است و در ضمن برای رنگ در تجارت استعمال میشه. یک دوای بسیار مفید و با ارزش است. گوشت آدم که البته در بین ما و شما هزاره ها ای را به نام گوشت آدم معروف هستند. اصلا نام زی است بهمن سرخ. بهمن سرخ که است برای طاقت، برای انرژی، برای زخم، برای تکلیف های معده، برای مختلف عوامل که است ای در بین نسخجات که است استفاده داره. گل بنفشه خاصیت سرد کننده داره، برای بیخوابی بسیار مفید است، برای سرفه مفید است، برای اعصاب مفید است و یک تجارت جهانی داره. یک دوای بسیار معروف و مؤثر، بسیار با اثر است. بارتنگ علف که به نامای مختلف در بین از ما از رگوک است، او را به نام زبون باره یاد منن و بعضی مردم او را به نام زوف یاد منن. دوم غذای بعد از شیر مادر برای اطفال خردسال یا نومولود است و در ضمن برای سرفه، برای تکلیف های معده، برای قبضیت اینا چیز دارن، مورد استعمال دارن. سرچرغو که یک گیاه بسیار مشهور در بین تمام حکومای جهان است، به نام سرچرغو یا به نام کاسنی مشهور است. اکثرا در بین رشقه ها که است سبز میشه. برای جگر که است نهایت مفید است، خاصیت سرد کننده داره و در ضمن برای تاو معدی یا تایفاید بسیار اثرگذار است و میتونن از طریق زو تمام تکلیفایی که از گرمی به وجود میاد اونا را دفع کنه و در ضمن تاو شکن است. علیله البته 4 قسم علیله وجود داره. یک علیله زرد است، یک علیله سیاه است، یک علیله ولایتی است، یک علیله کابلی است. اینا البته در موارد مختلف به اشکال مختلف برای تکلیف‌های معده استعمال داره. نوشادر یک تقریبا گیاه گفته نمیتونیم، یک چیزی است که از معدنیات به وجود میاد، زیادتر برای جگر که است مفید است. یک مرکب ازی به نام کبد نوشادری که در بین حکومت بسیار مشهور است، به خاطر عظمیت معده و به خاطر جگر استعمال داره. گنده بغل یک علف منحصر به هزارجات است که هنوز هم در جهان ناشناخته باقی است. تنها مردم هزاره نسل به نسل از او استفاده منن، به خاطر شکم دردی، به خاطر تکلیف های زنانه، به خاطر کسایی که پیچیش میشن، به خاطر کسایی که طبیعتش خنک هستند، نهایت مؤثر است.
خرغول هم یک دوای منحصر به هزارجات است. برای زنانه تکلیف و برای دلدردی و برای بغمه نهایت مفید و مؤثر است. مملایی یک دوای بسیار سابقه تاریخی داره که شاید با ایجاد انسان در دنیا شناخته شده و تا امروز را مورد استعمال داره. مملایی را مردم به خاطر که زخم را مندمل کنه، شکسته را جور کنه، طاقت به وجود بیاره، انرژی به وجود بیاره استعمال داره. نهایت مفید و بسیار هم مؤثر است که تشریحاتش خیلی زیاد است، البته مختصر میقدر باید بگیم بس است. خاکشیر که است یک گیاهی سرد کننده است، خودش طبیعتش سرد است، به خاطر گرمی زده باشه یا تکلیف معده از گرمی داشته باشن یا امثال از او تکلیف هایی که از گرمی به وجود میاد نهایت مؤثر است. شیرین بویه یا شیرین بیان که است یک دوای بسیار معروف و بسیار مشهور است که اولین استفاده از او به خاطر سینه بغل، به خاطر تیزابیت معده، به خاطر بعضی مسائل های دیگر نهایت مؤثر و استعمالش زیاد است. جرکنه البته که در این اواخر خیلی سر و صدای زیاد به وجود آورده که جرکنه برای مختلف امراض که است استعمال میشه، ولی جرکنه مختصر بگیم که به خاطر جریان خون که جریان خون را تیز کنه، باز کنه، بسیار زیاد مؤثر است. موم خنجک که است کسایی که فلج هستند اونا میتونن که موم خنجک را در بین روغن کم ذره او کنن، در پای خو یا مالیش بدن یا کم کم بخورن. برای فالج بسیار زیاد مؤثر است و در ضمن کسایی که تکلیف های گرده از گرمی داشته باشند اونا میتونن از موم خنجک. دومی روبا که البته زیادتر منحصر به مردم هزاره است. دومی روبا یک علف بسیار مشهور در بین هزارجات به خاطر تکلیف های چرگ گرده و سنگ گرده مورد استعمال داره. البته در اواخر که است مشهور شده. بوترونگو طبیعت گرم کننده داره، برای زنایی که نو ولادت منن برای از اونا بسیار زیاد خوب است. در شکمش بسته کنن میتونه آماسی را رفع کنه. اسپغول که است البته اول به شکل اسپرزه به وجود میان که بعد رو در دستگاه میندازن، از اون پوست بیرونی از رو جدا مونن، او به شکل اسپغول در میاد. اسپغول برای تکلیف های قبض، برای کلسترول، برای تکلیف های معده، برای کسایی که گرمی داره بسیار زیاد مورد استفاده داره. نیل توتی البته یک مواد معدنی است که از معدن به وجود میاد، خودش یک زهر است. او را به خاطر مندمل نمودن زخمه ها و دانه ها استعمال داره. البته حکیمایی که اونا رسیده هستن مفهمن، اونا بعد از کشته شدن باید او را استفاده کنن. عوام باید از او دور خود نگاه کنن. گل رنگ یک چیزی بسیار ساده است که به خاطر دان پخشتگی مردم از او استفاده مونه و زیاد مورد استعمال زیاد نداره. زنج سیماب ارزش بسیار والایی داره که اگر مردم بفهمن میتونن از زنج استفاده بسیار خوبی داشته باشن، به خاطر تصفیه آب، به خاطر که بخار و دانه را از بدن ختم کنن، به خاطر چهره. مونده را مردم به خاطر کریم، به خاطر فشار بالا، به خاطر چرب خون برای زنا استعمال داره. موی جوری یا کاکل ذرت که است به خاطر صفایی گرده، مثانه، چرگ گرده و مثانه مورد استعمال داره. بسیار خوب است، فایده مند چیز است. گل نیلوفر که است طبیعت سرد داره، مزاجش سرد است. عوامل مختلف که است فایدهش به مختلف موارد که است چیز میشه به کار برده میشه، از جمله برای سینه بغل، برای صاف کردن خون و برای صاف کردن چهره مورد استعمال داره. قیغو، این قیغوی برای کنسر بسیار زیاد مفید است، برای سرطان و اون دیگه در چین بسیار کم معلوم میشه. تخم کوزنکیه. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور، صحتمند و سرحال باشید. به یک برنامه دیگر از رودا خوش آمدید. با من رنا احمدی و دو مهمان عزیزم، شکیلا جان و ملکه جان. تشکر، زنده و سلامت باشی رنا جان. سلام به خودت، مجری بسیار مهربان و مقبول، و یک سلام به تمام بیننده های عزیز. امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
خوش آمدی ملکه جان. تشکر رنا جان، سلامت باشی. سلام به خودت و سلام به بینندگان عزیز. امید که همگیتان جور صحتمند و سر حال باشین. تا این قسمت برنامه خب معرفی شدیم، احوال پرسی کردیم و برتان میخوایم رو بگوییم که در ادامه برنامه ما سرگرمی های زیادی داریم. امیدواریم که از این برنامه لذت ببرین. همکارای عزیز، امروز ما شما چند سوال منم و امیدواریم که دیگه بتانیم. اگر توانستیم انشالله جواب میدیم. حتما. سوال اول از شکیلا جان. دی به دی یخ نزد، شله به دی یخ نزد، تا به آتش رسید یخ زد. من کدن از همین اول امیدش سوالات ایرم سخت بگویم به سوال خاطر خیلی اینکه بازی سخته. هیجانی شونه، بیننده های عزیزم خسته نشن. بلده شما 5 ثانیه فرصت میده، بعد داخلم برنده را اعلام میدیم. خب کم اگر نقل بدین. در اولش بازی نقل دیگه چون باید چیزا با خیلی انرژی سخته. باشیم. سخته سوال پیدا کنیم. دزیشم ها یک بار دیگه بگین. دی به دی یخ نزد، چله به دی یخ نزد، تا به آتش رسید یخ زد. فصل زمستان. ما بلدیم اینجا. فقط در سردی یخ نزد، در گرمی یخ زد، تا به آتش رسید یخ زد. نقل بدیم میره. نه که رقیب تویه. آفتاب؟ ثانیه شروع میشه. آفتاب؟ نه. خب ما متاسفانه نیست. شکیلا جان یه سوال را گفته نتونست جواب شده؟ تو بلدی؟ تخم مرغ. آفرین. یعنی چی؟ یک امتیاز از شکیلا جان کسر شد و ملکه جان خودت چیستان بدی؟ یک تخت سنگ شیشه‌ای نه در آسمان نه در زمین. یک تخت سنگ شیعی نه آسمون نه در زمین. 5 ثانیه فرصت داره. و ایش ما بلد است. سوالای از مورد برعکس سوال. 5 ثانیه فقط فرصت داره. خلاص. تو اختصار کن. خب دوستای عزیز، رقابت انزیال سلکن جریان داره. خیلی هم راحت ریلکس جواب بدین. راحت. 1 2 3 4 5. 3 نایاب یک من امتیاز از شکست شده. میخوای رقیب شم یک امتیاز از شکست شونه. خب اینجا 2 سوال جواب دادن نتونستن. متاسفانه. متاسفانه. دنبه گسکو. اما ما یک چیز اما ما یک اصلا چیز در دیگه ذهن شما فکر نماد. نداریم. نه دست. سوال بعدی از خودت است. یکم آسان تر. 4 پایش در هوا قد تخت پشت خود میره. 4 پایش در هوا. سنگ پشت. سنگ پشت 4 پایش زمینه. خب کم راهنمایی کن. نه دیگه در اول بازی یک ذره راهنمایی باید پر انرژی باشید. نه 5 ثانیهشون باز شروع میشه. بیننده های عزیز، رنا جان بسیار سخت چیستان از ما سوال میکنه. 4 پایش در هوا قد تخت پشت خود میره. خیلی یک چیز آسانه. کجا میره؟ استفاده شدنی در خانه مثلا میقص نقل میدی. آها خب. یک شاید از وقتا در آسمان باشه. 3 برعکس بدیم در آسمان. 4 5 2 امتیاز از شکیلا جان کسر شد. واقعا چرا؟ اصلا در ذهن شما حدس هم نمیزنین مثلا یگان چیز خوبه؟ گفتیم خب، سنگ دیگه. پشت. شما گفتین نیست. نه دیگه سنگ پشت 4 پایش در زمینه، او 4 پایش در هوایه. شاید پس وقتایی رقم. نه ایره بیننده های عزیز برای میگن که این جواب سوال چی است. ملکه جان خودت. یک درخت سرنگو، از پیله یک، از جام دو. شما باید رقابت داشته باشین. یک دفعه سر بده.
ما دوستای صمیمی هستیم به مو خاطر. نه دیگه اینجی بحث رقابت برنده شدنه، چون بیننده های عزیز دوست را اینجی برنده معلوم شونه. یک درخت سرنگو، از پیله یک، از جام دو. خویر کم نقل بیدی. همین قدر بلشون بگیم که خوردنیه. خوردنی. دخترها روی خوراکی ها حساسه، شاید بیشناسه دیگه. نه دیگه اینجی کاو. 5 ثانیه تو شروع میشه. 1 2 3 4 5. همکارای از ما خیلی نالایق. نه خیلی خب استعداد دارن، ولی شاید بروز سانار بروز نمیدیم. شاید بروز ندیم. خب تا هنوز 2 نمرهش کسر شده، چی کار مونیم؟ شکیلا جان همین بار آسان میپرس انشالله جا. ایش خیلی آسانه. 4 شکلی دستمو بکلی. 4 شکلی دستمو بکلی. باز سخت. سخت‌تر از آنی که 2 سوال دیگهش بود. خب همکارای پیش صحنه همکارای پیش صحنه راحت کار فرمونن. اونم بلد نیستن سوالا رو، فقط این جواب نیه، ما جوابش بلده. بلد میکنم. خب 5 ثانیه ملن شکلا جان شروع میشه. 1 2 3 4 3 نمره شکلا. خب شکلا جان نمره چی زیادتر شده که کم شده؟ 3 نمرهش کم شده، از ملکه جان 2 نمرهش کم شده. یک سوال ساده از خود. سفید است برف نیه، ریشه داره درخت نیه. همین خواستان است از این سوال میخواد. آفرین ملکه، خیلی آسان هم بود. خیره. پس من مینا رو مقابل از یک آسان سوال کن. یک دراز بی سایه. یک دراز بی سایه. جسد سایه در رقم باشه. یک درازی بیسایه. این مربوط چی میشه؟ مربوط به انسان؟ نه در کل در هر جای است. هر جای؟ بله. یک درازی بی سایه. ملکه نباشه. ملکه جان سایه داره دیگه. خوی میخواه حدس بزنه در طرف. 5 ثانیه فرصت داره. ثانیه 6. کم نقل بدیم ما جواب خب گفتم در جای است نه؟ باید تکرار باشه. ثانیم خلاص شد. یا خلاص. 4 نمره ازشان کسر میشه شکلا جان. خانه جان جواب وزیر خود بگو. سرک. یک درازی به سایه سایه نداره. راست میگم. ما باید یاد داشت. اون بلد بودیم، باور که بلد بودیم. ملکه جان قلف کنم کلی کنم باز سرکو لیلی کنم. نه ای ما دیده. نه مفهمی رانا جان تو سوالای آسان کلان از ملکه جان سوال باشید پس تو یک سوال. نه ما قبول نداری. هرکس شانس چی نرجان نکن. دندان داره دان نداره. ایش خیلی آسانه. بگی تو گفتی آسان بگو آسان سوال کرد. خب دندان داره؟ دان نداره. دندان داشته باشه تان داشته باشه خنده؟ چاقو؟ نزدیکه ده چاقو. یک حجم میشه که بزرگتره. نه به اشاره نمی‌کنم. نه تبر نه. کم یک کم دیگه ای طرف که باید دمو خانواده است. ما بلدیم. خب مقصد امور بیگه دیگه مو چیزه. نه باید نامشیر بگیم. شمشیر؟ تقریبا شکل شمشیر داره ولی دندان داره. دندان چیز اره. بالاخره خود رو جواب داد. واقعا ما امیدوار شدیم به تو. نه تا هنوز ناامید بوده. 4 نمره کسر شده بایدم ناامید. نه مقصد رانا جان این چه ملکه جان خیلی سوالای آسان مونید از من که میرسه خیلی سخت سوال مونید. یک سخت سوال مونید. خواسته یکی دلی نه
ریسپون رسه رسه هرچی دراز کنی میرسه. سخت سوال کرد. اول جواب بدی. ریسپون رسه رسه هرچی دراز کنی میرسه. 5 ثانیه چی رو میشه؟ یک نقل بدی. یک. ما حساب معمولاً نمیسنده در خود ما و خودت است تمام. ما خبریم جواب شد تا جایی که حد مهمانی بگو. ریسپون رسه رسه هرچی دراز کنی میرسه. ثانیهش حساب بود گرانه جان. 1 زبان. 2 زبان از ما تو 3 4 4 5 سن سال. نه 4 نمره از ملکه جان. اردوش مساویش ده. یک جوابی دیده، یک جواب که ما دو ملکه جان جواب دادیم. دو جواب دادن. خب ملکه پیش ده قسمت. خب نگاه جواب کردن. اصلی نگاه کردن تا هر جایی که ادامه داشته باشه میرسه دیگه نه؟ خب نایب جان، نامشی تلخ خودشی شیرین. نامش تلخ خود شیری. همون زیاد استفاده میشد ما بخورد جواب. خیلی انشالله باز برای شما جور مونیم. اینجا نیه جوابش. خب نامش تلخ خود شیری نه؟ آه. ملکه جان بودم معلومات داره؟ نه ما هیچ چیزی ندیدیم نخوردیم. بخدا خودش تلخ. یک نامش تلخ باشه. نامش تلخ خود شیرین. یک. تلخ دیگه نه؟ 2 3 کلچه؟ 4 عینک. 5 نمره. آفرین نایب جان. تلخان. تلخان ما نسیش نشینیده. از تو 4 مغز بادام جور میشن. نه ما نامش متاسفانه ایش نخوردیم یک تازه میشنه. انشالله باز نشانیم. رانا جان آماده مونه برای ملکه جان خیلی آسانه خواه. نه سخت. به نظر خود رانا آسانه. ها راستی. برگ دره درخت نیه، دختر میشه کالا نیه، گپ میزنه آدم نیه. اثر بگو. برگ دره درخت نیه، دختر میشه کالا نیه، گپ میزنه آدم نیه. بیننده های عزیز امیدوارم که تا ایدم خسته نباشید. تا ملکه جان فکر مونه خود از این کم اطلاع بدی. نه دیگهش نقل نمیدی. ایشه هیچ نقل کدامش جواب ندادی. شاید دیده شد. تازه دادم به دیگه. هیچ کدامش خود جوابش ده خود از این هسته. اگه یک ذره حد فکر کنه. برگ دره درخت نیه، دختر میشه کالا نیه، گپ میزنه آدم نیه. دها. نه خب یعنی خب سوالای آسان مونی که رانا جان. برگ دره ورق دختر میشه یا مو استبلر میشه، گپ میزنه آدم نیه. کتابه جواب شد بسیار عالی. نایب جان عزیز من خیلی خود دوست دارم. دو خواهر همدل، یکشی میگه وای سر، یکشی میگه وای دل. این به نظر مربوط اسباب میشه. بگی دیگه. بگی تو 3 نمره بردیم ما 1 نمره بردیم. خب برنده خودت بس بسته. تقسیم میشه. دوستای عزیز به نظر شما این چیه؟ اگر شکلا جان جواب داده نتارید شما بلده از ما در کامنت یک کلمه بگین. خب یک بار دیگه بگی رانا جان. دو خواهر همدل، یکشی میگه وای سر، یکشی میگه وای دل. خودت حد زدی به نظره. حال نقل نداره نه. خب گفت دیگه از اسباب معمولا. ها متاسفانه که من بلد نیست. خب ایش را بیننده های عزیز ما برای از ما جوابش رایی منه. دو کوتر لولو پر، یکشی نقره یکشی زر. ملکه جان ریش ما بلد ما سوال میکردی. نه ما این بلد است. نه دیگه اما فهمیدم شما چیزایی اگر ما جواب بدم نمره از ما بار میشه.
اگه ملکه جان جواب داده نتونست بس خود دفعه پیش زیر مایت داشتم، چرا از مسئله نکردی؟ گفتم از بیننده های سوال کن. ها خیر او از بیننده ها سوال کن. دو کوتر لولو پر، یکشی نقره یکشی زر. جواب ده خود چیه؟ یکشی نقره یکشی زر. عوامل پشت صحنه عزیز، امیدوارم که دیگه نقل نرسانین. نه بابا، نه کاش که نقل میداد. حسنش سب کن. یک دو دو سه چهار پنج. نه جواب بیدیم رنا جان. بله. بگر سه بود. مقصد جواب از این نمرش بال نمور، چون جواب از سوال از این مایت داشتم. تو نه یاد داشت خود جواب ندادی؟ نه معلوم نیه که آیا درست هسته یا نه. حدس که من میزیم تخم مرغ، نه چون نه. هم سفیدیش نقره، نه نه زردیش طلا. آها ماه خورشید. آها. نقره به همون ماه، زر خورشید. 5 نمره از ملکه جان کم شده، 5 نمره از نایب جان. و در آخر هم یک سوال دیگه مونیم. اگه اینا جواب داده نتونست، با جوابای او چیستانای دیگه بیننده های عزیز ما بلده از ما در کومنت رایمونه. حالا بعد اسمه نه رنا جان. انشالله این دفعه جواب بیدیم که هر دیم برابر شدیم. اگر این دفعه جواب میدی برابر نمیش، تو یک سوال جواب دادیم ما 3 سوال. 3 سوال؟ بله. تب تب تب، نم نم نم، گنبد دل، سرخ و اشل. نایب جان ما رزیه شنیده بودم. ها من شنیدم جواب مقصد جواب یاد میرفت. یادم رفت. من شنیده بودم. خب در انسان ها هست؟ نه اصلا مربوط انسان نمیشه. تب تب تب. نم نم نم، گنبد دل، سرخ و اشل. رنگارنگ یک موجود زنده، فقط این مقدار نقل می‌کنم. خب موجود زنده؟ امروز ما خیلی در اینا کمک کردم، نقل دادم دیگه. اصلا هم ندادی لانه. نقل دادی. نقل دادم نفهمیدین. تب تب تب، نم نم نم، گنبد دل، سرخ و اشل. چپ بارم؟ نه. گفتم او موجود خود سرخ زنده. سفید. سرخ سبز. غلط شد. نه. یک همکارای عزیز پشت صحنه کم دو. نقل نمی. 3 4 5. پنج. فرصت از دست رفت. حال شدن در قسمت از که نمره کم کردن مساوی. 5 نمره را ملکه جان از دست داد، 5 نمره را نایب جان. 3 نمره را ملکه جان گرفت، 1 نمره را نایب جان. دوستای عزیز، همون دو چیزانی که ما از دوستای خود سوال کردم اینا جواب دادن نتونست. شما به لازمه در کامنت بگین 4 پایش در هوا قد تخت پشت خود می روند. تب تب تب، نم نم نم، گنبد دل، سرخ و اشل. این حتما جوابش به لازمه را یکی. خب رنا جان در آخر مو خود از خود یک چستان سوال نی؟ حتما. نه جان اول تو چستان خب خوبی یا ما ملکه بگو. جان. نه پا داره نه بال، اما کل جهان را میگرده. نه پا داره نه بال، اما کل جهان را میگرده. کفش. نه. کل جهان؟ این خوب. نه. نه. این اصلا نزدیکم نی. با نه. نه. نزدیک به چیز سید نقل خودی. خب این از زنده جان نه اسباب. یک چیز هست. یک چیز هست. اما رقم که خودت مورد نقل ندادیم مو شما نقل ندادیم. نه پا دارد نه بال. من تا هنوز این چیزانا نشنیده بودم واقعا. چیزانای دیگر زیاد شنیده بودم. برای سو وقت بریم. اشکال نداره. خب خیرمون 10 ثانیه می. تشکر از دوستای عزیز که قدر ما رو دوست دارم. نه پا خانم جان دارد توی نه شب کن. بال. ها 1 نه پا دارد نه 2 بال. 3 4 تمام 5 6 جهان 7 را 8 9 10. 10. من نتونستم. بله رنا جان متاسفانه گفتن نتوانست. خب بیننده های عزیز ما هم یک چستان از خب جواب رنا از این جان ما بگیم که ایرم بیننده های عزیز دیگه خاصه. چطور من از رنا جان یک چستان میپرسم. دوستای عزیز، بیننده های
ایران قدر اینا مرا به چالش دعوت کردن. امیدوارم این چیزهای شب پاسخ داده بده. انشالله رنا جان. یک چیز است که همیشه روی به روی هست، درست؟ اما هیچ وقت دیده نمیشه. روی بروی من هست. واقعا من این چیستان دیدیم که سوالای شما چیستان‌های شما واقعا سخت بود، اما خب این چیستان به نظر خود ما بسیار آسان هست، اما خب به نظر خود سخت هر است. کس به نظر خودش چیستانش آسان. دوستای عزیز، خب متاسفانه رنا جان معلوم میشه که نه من این چیستان رو تازه جواب دادن نمیتونه. دوستای عزیز اگر خب نقل بدین یکم شاید خب خیلی رفتم نقل بدین. جواب داده تانستم. وقت است. وقت است. سال ما روز هفته. این خب کلن خود جواب گفت نیا جان. نه من چون رنا رو واقعا دوست دارم، یعنی همیشه امروش کمک کنیم. واقعا اگر رنا امزی که ما گفتم وقت هست میتونه جواب مستقیما برای ما بگه. زمان امی خود وقت دیگه زمان. نه دیگه خب ما نقل دم وقت هست، نگفتم که جوابش وقت یا زمان هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چقدر تیز رفتی. خب جواب زیر ملکه جان ما بگم یا بیننده های عزیز بگه؟ ایره خودتو بگو. جواب آینده هست. آینده یعنی پیش روی ما هست اما هیچ وقت دیده نمیشه. خب بیننده های عزیز، واقعا میمانایم همکارایم خیلی امروز تانیستن نمره کسر. خود من جواب چیستانهای از اینا رو داده نتانیستم. امیدوارم که همیشه موفق باشن در هر عرصه زندگی. اگه کدام گفتنی به بیننده ها دارین کامرا در خدمت. رنا جان کدام گفتنی خاص نداریم، فقط بیننده های عزیز جور و صحتمند و سرحال باشه. خود ملکه جان من هم کدام گفتنی خاص ندارم و تشکر از خود رنا جان که ما را به برنامه خود دعوت کردید. خب دوستای عزیز، چیستان، شعر، خاطره، دلنوشته، هر آن چیزی که در دل شماست، در ذهن شماست، میتونین به ما بفرستین از طریق نمبر زیل و هر سوالی که دارین یا میخواین به برنامه ما اشتراک کنین میتونین از طریق این نمبر با ما ارتباط بگیرین. امیدوارم با برنامه های بهتر، با مهمانای خاص در خدمت شما باشیم در آینده و تا برنامه دیگر الله حافظ. دو بیتی هزارگی تاریخ واقعی هزاره هاست. تاریخ عشق، تاریخ رنج، تاریخ ایستادگی و تاریخ زندگی. با خواندن دو بیتی به دنیای هزاره صمیمی، عاشق، رنج کشیده، مقاوم و مبارز آشنا می‌شوید. این گونه شعری با دو بیت خویش فرهنگ اصیل یک جامعه را در خود جا داده و بدور از سانسور رسمی و مذهبی داستان، تاریخ، فرهنگ و زبان یک قوم را از نسل به نسل دیگر انتقال داده است. هزاره ها به دو بیتی یا غزل میگوید و خواننده دو بیتی خوان یا غزلگوی میگویند و غزلگوی جایگاه ویژه در قلب عاشق هزاره دارد. دو بیتی چنان که از نامش هویداست دو بیت دارد. اکثر از دو بیتی ها مصرع اول، مصرع دوم و مصرع چهارم با هم قافیه اند. مثلا در این دو بیتی: رای تیلون خوره بلو که دیار، رای تیلون خوره بلو که دیار، شال سیای خوره گردو که دیار. تو که مرد از این کارا نبودی، چرا اوبال مرا گردو که دیار. در برخی از دو بیتی ها مصرع اول و دوم بیت اول با هم قافیه‌اند و مصرع اول و دوم بیت دوم با هم قافیه‌اند. مثلا در این دو بیتی: سری کوی بلند هیهوی کنم ما، سری کوی بلند هیهوی کنم ما، ستاره ریزگک خوکوی کنم ما، ستاره ریزگک پالوی ماتو، مرا از عشق او کی می بره خو. باید گفت که دو بیتی ویژه هزاره ها نیست و سایر اقوام نیز در ادبیات مردمی خود دو بیتی دارند و شاعران زیادی نیز دو بیتی سروده‌اند. مطالعه تاریخ، فرهنگ هزاره ها بدون مطالعه دو بیتی آنها ناقص است. این دو بیتی است که راوی روایت های واقعی هزاره هاست، روایت هایی که کوه و کتل های هزارستان را طی کرده و دردهای عاشقی کشیده، علیه ستم های حاکم
برخاسته و پیروز و کامگار برای ما هویت فرهنگ یک ملت را حکایت می کند. معلوم نیست چه کسی برای اولین بار این دو بیتی ها را گفته، ولی هر کی گفته از سوز دل گفته، چون بر دل می نشیند. شاید چوپانی در دل دشت ها و دامنه کوه ها سروده، شاید دهقانی هنگام آبیاری کشتزارهایش، یا نه دوشیزه هنگام خامکدوزی و یا دلداده هنگام تماشای آن دلبر. شیرین جانم به دالان بخیه می کرد، به هر سوزن 200-300 نخره می کرد. خداوندا مرا تاری می ساختی، خداوندا مرا تاری می ساختی، به لب می زد به سوزن نیفه می کرد. هزاره ها دو بیتی را در همه لحظات زندگی خود زمزمه می کند، گاهی به تنهایی و گاهی هم در جمع به صورت تکخوانی و یا دوخوانی. دو بیتی هزارگی هم با موسیقی خوانده می شود، هم بدون موسیقی. یکی از شیوه های خواندن دو بیتی بدون استفاده از موسیقی دیدو یا بلبی است که خود حنجره انسان عجین با شعر تبدیل به موسیقی می شود. آنجاست که مرز میان موسیقی و شعر از میان می رود و گویا هزاره آنجا دو بیتی می شود و دو بیتی موسیقی، موسیقی هزاره و هزاره زندگی. هرچند برخی هنرمندان همگام با دیدو یا بلبی موسیقی هم می نوازند. هنگام خواندن دو بیتی با موسیقی، سه آله موسیقی جدا جدا یا همزمان به یاری غزلخوانان می آیند: دنبوره، قیچک و توله و گاهی هم دایره. این سه چهاریار قدیم و همدم دو بیتی بخشی از میراث هنری هزاره ها را می سازد که توانسته از دست افراطیت مذهبی، باورهای خرافی و حاکمان مستبد جان سالم به در ببرند. هزاره ها با دو بیتی یا به گفته خود هزاره ها با غزل زیستند و نفس کشیدند. هزاره ها در لابلای دو بیتی از شیوه زندگی خود یا دلدادش حکایت می کند. گلی بدره علی جان، گلی بدره علی جان، علم نشرح لک صدر علی جان. اگر یک شو به پالویت بشینم، امو شو لیلة القدر علی جان. تگو مورا گلیمه، پس آلاف گو مورا گلیمه. تگو مورا گلیمه، پس آلاف گو مورا گلیمه. تگو مورا به 300 ناز و نخره، دلم پیشش گرو مورا گلیمه. دیدیمه یکک توپک بزن در دنبوریمه. یکک توپک بزن از تار ایشیل، لیاف سرخ و سوز پرته و بلیمه. ستاره بلبلی دنبال میچید، ستاره بلبلی دنبال میچید، رفیق جانم بیا دالیز مجید. اگر دالیز مجید سر رایه، منی مجید بیا خانه خدایه. کمه بلول بینی پامه بلی خور، کمه بلول بینی پامه بلی خور، عاشقی تای بادامه بلی خور. عاشق از یکدیگر کوتاه نموشه، جرپرسانی و پیغامه بلی خور. گاهی از رنج روزگار می گوید: خودشی رفته به در پای ایلاق، ما را پرته کیده در کنج قشلاق. 2-3 سر جو دیده نیمشی سیاقاق، نه پیله نه چمچه نه سرماق. مسلمانا 3 کار آمد به یک بار، کمه کندو خکی وی کیشت غم یار. غم کار را خدا آسو میکنه، ما را کشته غم یار وفادار. دیده گلی برو ماشه و مبافه، ما کر شنم دلی افته و مبافه. دشان ما قار شده بیگا آیشی، دیق و دلگیر و پرکوچه و مبافه. مقاومت و مبارزه را می توان در دو بیتی هزارگی یافت. سمندی یرغگک یالت بنازم، سمندی یرغگک یالت بنازم، به دور گردنت طوقی بسازم. اگر امشو مرا منزل رسانی، طلا را او که ده نالت بسازم.
اگر امشو مرا منزل رسانی طلا را آو که ده نالت بسازم. بیا عاقلگی را بلجی کنیم و بیا عاقلگی را بلجی کنیم و کلی دیار را جمع کلجی کنیم و برای پیروزی قوم و برارو مازار رفتن نظر بی کنیم و سر سنگک بشینم سنگ بریشم پاشم ماشه کنم سالاب پوشم پاشم ماشه کنم از پشم بره علیگو رخت کوچی را نپوشم. اگر کسی در پی تحقیق در مورد لباس هزاره ها باشد می تواند به سادگی نشانه های آن را در 2 بیتی پیدا کند. ستاره گصبا چشمانی دیده پیرون گلنگار ده جانی دیده. نشد فرصت که راز دل بگویم ده دل منده صد اربانی دیده. رایگی بنبله را ما بلی خور با چه اطلس کله را ما بلی خور با چه اطلس کله بیش خوبه امو شیخک بیه را ما بلی خور. خامک دوزی ده قولایشی رواجه موی سیای یار قلاجه جلغی کمرباریگی القه چارباف کده تی چادر گاجه. 2 بیتی فضا را برای دلتنگی، دلریقی و امید مهیا ساخته است. گلی افته و پرست منده ده گرمی لاله چیره شده رافته ده غزنی چیری 2 ساله 2 سالش پر شده شاید بیاید. خداوندا که کوتل چیر مشودی که کوتل رای مسافر چی باشه مو از لاله خو اولگیر مشودی. خدایا بال و پر می دادی ما را از این کوتل گذر می دادی ما را از این کوتل گذر آسون نموشه ز لاله جان خبر می دادی ما را. همچنان در 2 بیتی ها می توان آثار آوارگی و کوچ‌های اجباری را یافت. گلی صدبرگ تابستانم ای یار فرار از ملک مالستانم ای یار. امو روزی که گشتم از وطن دور خدا داند پریشان حالم ای یار. البته خوشطبعی بخشی از زندگی هزاره هاست و 2 بیتی سرایان با تنازی این بخش را به زبان آوردند. پیشی درگی مورا ماتو گرفته مورا ده پیش دلبر خو گرفته به دل گفتم که از پیشش بیایم قوطی نسوار مورا گرو گرفته. شاوی تاریک نی پای تو ملخشه شاوی ماتو نی مردم منخشه. روز روشن بیا ده جای گوشه شاید گناه مورا خدا ببخشه.